بسم الله الرحمن الرحیم. امیر حمزه باقری هستم با فصل دوم کسب درآمد از اینترنت به شیوه نوین. خب میرم تا فهرست مطالبی رو که قرار هست با هم یاد بگیریم توی این قسمت براتون بگم. خب در واقع ارسال ایمیل نامحدود و تکنیک اصلی اون، ما میایم توی این قسمت به شما یاد میدیم که بتونید 25000 ایمیل رو ارسال کنید و همینطور بتونید یاد بگیرید اون به روش اصلی کار رو، بیس کار رو. و اگه به شما جای گفتن که مثلا میتونه 250,000 ایمیل نامحدود به شما آموزش میدن که ارسال کنید، شما هیچ ترسی نداشته باشید یا فکر کنید مثلا اون چیز خاصی است که دارن به شما میدن و شما بتونید متوجه بشید که اون 250,000 ایمیل یا حالا هر تعدادی به چه شکل هست که میتونه اون قدر باشه و بدونید که چیز مهمی هم نیست. و باید بگم که هزینه‌های ارسال ایمیل الان توی ایمیل مارکتینگ ها شدیداً بالاست و اگه شما بتونید بازاریابی خوبی بکنید که ما توی فصل اول هم یه مقدار رو آموزش دادیم و توی فصل دوم هم یه مقدار رو آموزش میدیم، شما میتونید در واقع به درآمد خوبی هم حتی از طریق ارسال برای دیگران برسید و یا اینکه محصولات یا موارد خودتون رو در ارسال نامحدود داشته باشید و بتونید به بازاریابی خوبی دست پیدا کنید. توی قسمت بعدی میایم کسب درآمد از شبکه‌های مجازی رو میگیم. میایم اینستاگرام و تلگرام رو کلا کنار میذاریم، میریم سراغ شیوه جدید. شیوه جدید ما چیه؟ شیوهی که میگه مثل تلگرام یا اینستاگرام نیست که شما بخواید بیاد و تبلیغات داشته باشید در واقع و بدون هیچ تبلیغات خاصی و توسط خود سیستم و با یه سری کارهای واقعا ساده بتونید به بازدیدهای خیلی عالی برسونید. و همینطور اینکه باید بگم که هم افرادی که مایل‌ترن که تبلیغ به شما بدن در این سیستم بیشتره و همین که پولی که قطعا به شما میدن نسبت به پولی که برای تبلیغات در این اینستاگرام یا تلگرام میدن قطعا بیشتر خواهد بود. طبق تحقیقاتی که ما داشتیم بازدهی ویدیوها تقریبا 20 برابر یه متن یا یه موسیقی یا حالا هر چیز دیگه، یعنی تبلیغات شما یا اگه به صورت ویدیویی باشه تقریبا 20 برابری که ما این رو هم اشاره خواهیم کرد. و اینکه باید بگم که شما در طی آموزش قطعا بازدهی رو در طول یک سری قسمت ها بررسی میکنیم و شما بازدهی رو قطعا خواهید دید. بعد از اون تکنیک های جدید تبلیغات تلگرام رو میگیم که بدون اینکه هزینه های مختلفی انجام بدید و یا اینکه بخواید برنامه خاصی نصب کنید در کانالی چیزی عضو بشید و در ازاش بخواید کاری انجام بدید، نه، باید در واقع تلگرام خیلی ساده توی یکی از اکانت هاتون حتی میتونید روی شماره مجازی نصب کنید و از این روش که برای شما میگیم استفاده کنید. روش واقعا عالی هستش، من خودم چند بار استفاده کردم و واقعا این روش رو خیلی دوست دارم. حالا اینکه ممکنه تلگرام چه صدی جلو ما بذاره این رو نمیدونم، ولی تا الان که این دوره رو دارم برای شما ضبط میکنم جوابگو و بسیار هم عالی هستش. امیدوارم بهتون میگم بعضی دوستان توی فصل اول خریده بودن و ناراضی بودن. دیدید که در ابتدا اگه دقت کنید ما نظرات شدیداً عالی و خوبی رو داشتیم که میگفتن عالیه، بی‌نظیره. چرا؟ چون مثلا گرفتن شارژ رایگان رو گفته بودیم کار میکرد و جواب میداد، اما در آخرهای آموزش که بعضی دوستان خریدن و جوابگو نبود و این مورد از دست خیلی از دوستانی که بعداً خریده بودن رفت. اما اگه فصل سومی در کار بود قطعاً شیوه گرفتن شارژ در واقع رایگان، شارژ تلفن رایگان به شما آموزش خواهد داده شد و اینکه واقعا تضمینه، یعنی هیچ وقت از بین نمیره. اما امیدواریم که این فصل سوم هم بیاد که در آخر توضیحات هم اشاره خواهم کرد. خب یکی از بزرگترین مشکلات که خیلی از بچه‌ها به من میگفتن و مشکلشون این بود که میخواستن از تلگرام دانلود کنن فایلی رو، اما خب حجم اون فایل در واقع زیاد بود و اگه بخواستن با ربات هایی که میان و به صورت در واقع لینک تبدیل میکنن و بخوام با دانلود منیجر دانلود کنن ممکن بود قطع بشه و کلا از بین بره و اون لینک واقعا لینک مورد اعتمادی نبود و این استرس رو همیشه با خودش هم میکرد که یک بار قطع بشه و واقعا چیزی بهتر از اون فایل تلگرام نبود. اما ما به شما یاد دادیم که چطوری بتونید لینکی رو ایجاد کنید که در واقع بتونید از طریق دانلود منیجر بیاید و دانلود کنید بدون اینکه قطعی داشته باشید یا مشکلی.
و جزئیات کار رو هم گفتیم. اما توی این قسمت واقعا یه مقدار ربات‌هایی که قرار بود به ما لینک بدن، همون لینک ضعیف رو یه مقدار بدقولی کردن، یه مقدار ما کج اومدن جلو و خوب کار نکردن. اما روش اصلیش رو من به شما به طور کامل آموزش دادم. خب بریم سراغ قسمت بعدی، لایک نامحدود رایگان اینستاگرام. خب من یکی از دوره هایی که دیدم توی تقریبا فرانش خیلی سایت ها بود و خیلی هم ادعاشون میشد که آره این روش خیلی روش خاصیه با قیمت زیاد، که تقریبا میتونم بگم همین قسمتی که ما واقعا بهش اشاره خاص کردیم و تموم شد رفت و چیز مهمی نبود، توی یه قسمت هم گفته شد رو دیدم که در جای 20 یا 30 هزار تومان قرار داده بودن. حالا در واقع وقتی دیدم به این شکل هست تصمیم گرفتم در فصل دوم این رو هم بهتون آموزش بدم. خب در قسمت بعدی یه سری نکات اضافه بود که در فصل اول ما گفتیم به دوستان که برای کار خودشون برن و اونها رو یاد بگیرن، چون نکاتی بودن که در واقع نیاز نداشت که من بهشون اشاره کنم، قبلا ها به صورت خیلی شیک منظم و زیبا اونها بیان شده بود. اما بعضی دوستان که به من پیام میدادن وقتی ازشون این سوال رو میپرسیدم تقریبا 99%شون اشاره به اون نکرده بودن و اونها رو یاد نگرفته بودن و تصمیم گرفتم توی این قسمت توی فصل دوم بیام و به شما بگم که چطوری میتونید از کدوم سایت ها به چه شکل این مطالب رو ببینید و بخونید و نیازی هم نیست که واقعا بخواد به صورت جداگونه از خود من آموزش ببینید، چون به نظرم اون دوستانی که قرار داده بودن خیلی زیباتر از من هم گفته بودن و هزینه‌اش هم که رایگان بود خوشبختانه. در قسمت بعدی میایم با برنامه کاریابی نامحدود آشنا میشیم. خب ما توی فصل اول در واقع کاری کردیم که شما می اومدید کار پیدا میکردید و اون کار رو انجام میدادید، اون پروژه رو، که آموزش این که اون سوال انجام دادن اون کار رو هم به طور کامل به شما دادیم. اما این مشکل بود که بعد از اضافه شدن خریداران یک دفعه بازار کار یک جورایی به هم ریخت و کار کم شد. اما توی این قسمت اومدیم و به شما گفتیم که در واقع بتونید چجوری با خیلی سیل عظیمی در واقع کارفرماها آشنا بشید و بتونید با اونا ارتباط برقرار کنید و کارشون رو انجام بدید و به پولتون برسید و براتون واریزی داشته باشن و لذت ببرید. اما به نظر من این هم باز خوب نیست که توی اسلاید بعدی میگم. در واقع ما کاری کردیم کارستون، در واقع ما میایم توی این قسمت انجام کار رو میگیم. به محض دیدن اینکه آموزش فصل اول رو دیدید دیگه نیاز به کارفرما نداشته باشید اصلا که بخواید برید کارفرما پیدا کنید و ببینید زیاده یا کم. و شاید بگم که میاد و خیلی خوبی که داره اینه که ممکنه کارفرماها نیاز به فرد حرفه‌ای داشته باشن و اگه ببینن که شما ضعیف هستید و تازه شروع کردید به این کار ممکنه شما رو قبول نکنن و اینکه کارتون رو رد کنن. اما این سیستمی که میگم اگه شما کارتون ضعیف باشه میاد کارتون رو اصلاح میکنه، اگه هم کلا چیز به درد نخوری باشه میاد مشکل شما رو حل میکنه و اون رو به ازاش پول شما رو میده. و خوبی که داره اینه که شاید اگه زمان بگذره به شما قطعا پول بیشتری خواهد داد و حالا یه سری مواردی داره که شاید از اون موارد اصلی و کار سخت‌تر هم به پول بیشتری برسونه شما رو و واقعا خیلی عالی است. چون بعضی دوستان میخواستن به محض اینکه کار آموزش رو دیدن شروع کنن و جالبیش به اینه که دقیقاً با فصل اول ما همخوانی داره و یکی هستش چیزهایی که برای این کار میخواد و مطمئنم که همش رو هم میتونید انجام بدید. خب اپیزو هستش سیستمی که توی فصل اول یه اشاره خیلی کوچیک کردم. خب واقعا اون موقع خوب نبود اما یه تکنیک ترکیبی کار کردم و یکی دیگه از قسمت‌های بازاریابی توی همین فصل دوم اومدم در واقع کاری کردم که بتونید شما و یه سری نکات رو گفتم که بتونید با اپیزودتون خیلی 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 آسون درآمد عالی داشته باشید. به چه شکل؟ به شکلی که باید بگم در واقع ما خودمون وقتی کار رو کردیم برای تست دیدیم که با مثلا شاید واقعا کمتر از 20 دقیقه وقت گذاشتیم، در پایان ما دیدیم که بیشتر 500,000 تومان شده این درآمد و واقعا خیلی بر ما شیرین بود و امیدوارم برای شما هم همین شیرینی رو داشته باشه. و قسمت های بعدی میایم و رازهای اصلی موفقیت برخی از فروشگاه رو میگیم، مثال میزنیم چه فروشگاهی بوده. در واقع این فروشگاه محصولی ارائه ندادن. یعنی چی؟ یعنی اومدن چیزی رو فروختن که اصلا خودشون اون رو نداشتن، یعنی از خودشون نبود، چیزی از خودشون کم نمیشد.
منظورم این نیست که مثلا شما در یک سیستم همکار در فروش بیاید و به یه سودی برسید. منظورم اینه که تمام سرمایه که به شما داده میشه از خود شما هستش، اما چیزی هستش که یک وجود خارجی خاصی نداره، ولی اگه به صورت وجود خارجیش کنید برای شما درآمد داره. یعنی به صورت مجازی شما به صورت واقعیش میکنید در واقع و ایده میدید روی کار، بهتر بگم ایده میدید روی کار و میتونید به درآمد خیلی بیشتری برسید. از این لحاظ اگه فروشگاه داشته باشید با تکنیک های بازاریابی هم که توی 2 فصل گفته شده، مطمئنا کار شما خیلی آسان‌تر خواهد بود. خب نکته مهم از مجموع نکات مهندسی اجتماعی یا رو خواهیم گفت که خب یه نکته است، فقط یه نکته ساده رو من کار کردم. بیشتر نکات مجموع مهندسی اجتماعی رو ما تو دوره‌های خصوصی آنلاین میگیم که باز دوستان مثلا 20 یا 30 نفرش میان شرکت میکنن آنلاین، ما پیش میریم باشون و میبینن خودشون که فکر نکنن مثلا آره ما الکی گفتیم و روش‌های از کار افتاده رو میخوایم بگیم، نه، گام به گام پیش میان با ما و میبینن که واقعا داره به کارایی میده. و خب باید بگم که توی این نکته مهندسی اجتماعی ما میایم و در نظر گرفتیم که مثلا من خودم با یکی از دوستان صحبت میکردم که گفت اهل شمال هستن و اهل استان گلستان فکر میکنم اگه اشتباه نگفته باشم و ایشون گفتم خب من باید ببینم درست میگن یا اشتباه، و وقتی بررسی کردم از این روشی که به شما هم آموزش خواهم داد و شما هم یاد میگیرید، تونستم ببینم که آره درست بوده و راست ماجرا رو گفتم به ما در واقع. خب بعد از اومدن فصل دوم باید این نمیدونم خبر خوشحال یا ناراحت کننده رو بگم که دیگه پکیج آموزشی که به صورت جداگانه باشه بر اساس تصمیماتی که گرفتیم داده نخواهد شد. یعنی چی؟ یعنی ما توی فصل اول گفتیم که یک پکیجی هست که محتویاتش ارزش خیلی خوبی دارن و به صورت رایگان به شما میدیم، میتونید استفاده کنید. اما بعضی دوستان اومدن که گفتن مثلا اینها در واقع گفتن که اینها کپی رایت، ولی خب ما بررسی کردیم کپی رایت نبود، فراموش پذیرفت که کپی رایت نبود و واقعیتش این بود که هیچ کارفرما یا هیچ تولید کننده هم از ما شکایتی نداشت که مثلا آره این رو گذاشتید، چون ما چیز خاصی نداشتیم. مثلا آموزش وردپرس بود که حالا ما اومدیم اونا رو که نیاز بود توی قسمتی که گفتم به شما میگم که از کجا تهیه کنید اینا رو که رایگان هستن میتونید استفاده کنید. اونا هم که کلا گذاشتیم سر کاش که دیگه بحثی پیش نیاد یا نظر بدن که مثلا فکر کنه داره ما هم داریم این کار اشتباه میکنیم. نه، اینطور نیست. به خود دوستانی هم که گفتن عرض کردم، اما باز هم باید منو ببخشید دیگه، کارش نمیشه کرد چون توی فصل اول این قول رو به شما داده بودم، اما اینجا باید یه جورایی بزنیم زیرش. خب باید بگم آموزش ما قرار بود توی 4 فصل باشه. اینجا باید دیگه چیزهایی که باید رو بشه ما قرار بود توی 4 فصل بگیم. تا تجارت بین المللی بگیم، تجارت بین المللی که خیلی دوستان من تونستن به درآمدهای عالی برسن با کمترین کارهایی که فکرشون نمی‌کنید. چیزی رو که اونجا مثلا خرید می‌کردن به صورت قانونی میومد دستشون یه فایل رو مثلا 30,000 تومان، اینجا شاید نزدیک 30 میلیون فروش داشتن روش، 30 میلیون تومان فروش داشتن. این هست تجارت بین المللی که من میخواستم توی فصل 4 بگم. اما خب دوست داشتم نظرات بالای 4 امتیاز بشه که نشد، 3 و 4 شد تقریبا تا اینجای کار و واقعیتش این بود که دیگه برای ما هم انگیزه‌ای برای ادامه دادن کار به این صورت نموند. بعضی از دوستان هم اشاره کردن که کیفیت آموزش پایینه و اصلا خوب نبوده و در واقع ما نیومدیم با جزئیات خوبتر قشنگتر بگیم. اینو قبول دارم، اما یه نکته رو هم من بگم. من یکی از دوستانم اتفاقا به هم گفت که بیا و خیلی شیک‌تر بگو، گفت فلان دوربین رو بخر خودت صحبت کن. گفتم دوربین چقدر؟ گفت 4 میلیون تومان، 5 میلیون تومان. فلان قطعش چقدر؟ 1 میلیون تومان. و به این صورت هزینه‌های زیادی بود. گفت به جاش بیا به جای 10,000 تومان بذار 1 میلیون تومان و یک جامعه بده به صورت جامعه و حتی میتونی بیای بعد از اون که اون وسایل رو مثلا خریدی بیای و چیزهایی که رایگان هست توی اینترنت به صورت متنی هست تو بیای به صورت ویدیویی توضیح بدی و خب فروش عالی هم داره. دیدم دوستم به این روش رفت و واقعا موفق شد
چندین میلیون تومان فروش کرد، بالای 50-60 میلیون تومان از یک دوره آموزشی به این شکل. خب پول درست میگفت، پول وسایلی هم که داده بود در اومد، اما خب خیلی هم واقعا فیدبک های عالی داشت. اما به نظر من این روش خوب نیست. نظر شاید کس دیگه این باشه که آره اون روش خوبتر بوده و شیک گفتن و زیبا گفتن بهتر از علمیه. ولی من گفتم خب اگه قرار باشه کسی رو که قرار 1 میلیون تومان بده آموزش، من به درآمد بیشتر برسونم، بگم 10,000 تومان مثلا گیرت بیاد یا بگم 1 میلیون تومان گیرت بیاد، به نظرم کار مهمی نکردم. من دوست داشتم اون فرد که میگفت پول اینترنت هم رو ندارم، پول خیلی چیزا، پول کتاب درسیم رو ندارم، میخواستم اون به موفقیت برسه. من میدونستم که اون پول دادن این هزینه های سنگین برای آموزش رو نخواهد داشت. به خاطر همین گفتم شاید با کیفیت کمتر بگم، با تجهیزات کمتر بگم، به جای اینکه از هدفونی استفاده کنم که 400-500 هزار تومان خرجش باشه و هزینهش باشه، بیام از هدفونی استفاده کنم که 20,000 تومان هزینهش باشه و بیشتر سعی کنم روی محتوای علمیم کار کنم. به هر حال این نظر من بود که به این شکل پیش برم، اما خب خیلی دوستان ناراحت بودن از این لحاظ. من همینجا سعی میکنم به یک سری سوالات پاسخ بدم و در پایان به این شعر هم اشاره میکنم: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. حکایت ما که همچنان باقی است اینه که قطعا حالا به صورت خیلی حالا بهتر سعی میکنم بهتر باشه برای دوستانی که میخوان حالا تا جامعه پیش برن و یا حالا هزینه بیشتر، مثلا به جای این هزینه 20,000 تومان یا مثلا فصل اول 10,000 تومان بود که خریدم و از دوستان به دوستان فصل دسترسی پیدا کردن و همون 10,000 تومان، ما این رو بالای 100 الی 200,000 تومان میذاریم بسته رو که قرار بدیم، اما تا جامعه میریم، یعنی جامعه آموزش میدیم، تا بین المللیش هم پیش میریم. مطمئن باشید اگه اون فصل رو هم جاهای دیگه اگه بخوان بدن و نگن فوت کوزه‌گری کارمونه، چون من فوت کوزه‌گری رو بهش ایمان ندارم. به نظر من این باید دست همه باشه، همه ایرانی استفاده کنن، من هم بیان یه علمی هم به من اضافه کنن، من یه علمی به اونا بدم، دوستان هم بیان یه علمی به من اضافه کنن و من این رو بیشتر دوست دارم. ولی خب میام تا اون تجارت بین المللیش میگم، خیلی شیک میگم براتون، زیبا میگم، دوست داشته باشید قطعا و انشاءالله توی همین فرمش اگه این دوره رو خرید کرده باشید براتون میاد. اگه هم خرید نکرده باشید، اگه به محض اینکه اومد، اگه دوست داشتید خرید کنید به من پیام بدید، به محض اینکه اومد من خبرتون میکنم. اما مدام دیگه برای اون به من پیام ندید، چون هر فصل رو که ما میخوایم بذاریم، حتی همون فصل اول که خیلی از دوستان فقط ما گفته بودیم که چه مواردی هست، شدیداً به ما پیام میدادن و خب گفتم که دیگه توی فصل دوم اینطور نیست، اما فصل دوم بیشتر شد پیام هایی که برای انتشار سریعترش بود و دوستانی که خریده بودن فصل اول میخواستن فصل دوم رو هم ببینن، در واقع مقدار بیشتر پیام میدادن. ولی خب دیگه برای فصل جامع پیام ندید چون وقتم کمه، ولی خب قول میدم که تولیدش کنم و براتون توی حالا فرانش یا حالا سایت های بزرگ دیگه هم که قطعا در تولید آموزش کار میکردن، در انتشار آموزش ها قرار خواهم داد. و از فرانش همینجا هم یه تشکر میکنم به خاطر همین که یه مقداری از آموزش ها رو سانسور کردن که واقعا دوست نداشتم، ولی هم اینکه فضای واقعا خوبی رو ایجاد کردم و با تبلیغات زیادی که انجام میدن برای ما که تولید آموزش میکنیم و شما که میخواید بخرید بسیار خوب هستش. و شماره تلفن من الان ایمیلم اینجا خوب نخورده، سبز رنگ شده چون من رو قرمز زده بودم، نمیدونم چرا سبز شده. شماره تلفن من 0990 972 41 85. آیدی تلگرام هم @امیرحمزه12. میتونید ببینید، پیام بدید، زنگ بزنید، همیشه در خدمتتونم. البته به جز روزهایی که ممکنه کار خاصی داشته باشم. ایمیلم amirhamze2000@gmail.com. این هم اگه دسترسی به تلگرام و تماس نداشتید با ایمیل میتونید بهم پیام بدید. اگه در واقع خواستید که مثلا کلاس آنلاین تشکیل بشه، بیاید به صورت آنلاین، مثلا با حتی همین هزینه کم به صورت آنلاین 20 نفر باشید، میخواد بیاید و شما تا دوره جامعه رو پیش برید، میتونید با هم هماهنگ کنید. قطعا دوره آنلاین قرار میدیم براتون که ببینید تکنیک ها به روزه. یه سری مواردی هم هست که توی دوره های عمومی که ضبط میشه نمیشه گفت در مهندسی اجتماعی و موارد دیگه که قطعا توی اون دوره هم خواهیم بهتون گفت و میتونید از اونها هم استفاده کنید. البته
بیس اصلی کار ما در همین فرانش قرار خواهد گرفت و میتونید استفاده کنید. امیدوارم موفق و پیروز و سربلند باشید. تا آموزش دیگه، خدا نگهدار.